و همه شما اشتهای تمام دوستان عزیز برادرای قدردان و جوانای فعال جمهوری تاجیکستان. البته ما هممون بینندگی خودمون با کمیته کار با جوانان و نزد با ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بینندگی خودمون میرسونیم که ما بلاگرها را دستگیری میکنند و محکم هم باشه با روی اینها تازه میگیریم برای خودمون. ما البته با وعده میدیم که در آینده چقدر جان داریم کوشش کنیم و برای خلق خود برای ملت خود خدمت کنیم، کار با فعالیت کنیم. واقعا سربلند و خانواده باشید، اشتهای تمام برادر. زنده باشید. یک جواب تشکر با کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری، برای قدردانی، برای مهمانداریشان یک جواب تشکر می‌کنیم. ما جوانان از زمین تا آسمان می‌نداریم. سلامت باشید. مهمانی خلق عالی منزلت، پیشی خلقی خیشتن خوش آمده. بهتر از عید است دیداری شما، زیب نوری انجمن خوش آمده. Дружба – великое чувство. Дружбой умей дорожить. Знай, что без дружбы великой трудно на свете прожить. Guests of our novel, welcome to Isarashan City. Your visit is better than holiday. We are glad to see you here. خوش آمدید به ایسترافشن باستان. Thank you. خوش باشید. پیشرفت هستند و در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌های علایده خود را دارند، خواننده دارند، پادپیشچیک دارند و جانبدار نیز دارند. اطراف یک غایه متحد کردن این یک تشبث نیک است و من این لحظه ها را دیده همان سالهای 2012 به خاطرم آمد که سال 2012 وقتی که ما تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن را تأسیس دادیم با تشبث پیشوای ملت همچون رئیس حزب و نخستین شده توسط شبکه فیسبوک همین اقدام رو ما راه اندازی کرده. 120 نفر جوانانی که در فیسبوک فعال بودند از شهر دوشنبه آغاز کرده و ولایت سوخت تا شهر دوشنبه تحت عنوان автопробег رقم 1 شاهراه وحدت دایر کرده بودیم و در همون مورد ما حس کرده بودیم واقعا آن پتانسیلی که جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هستند و فعال هستند لیکن متاسفانه در صف خدمتچیان دولتی قرار ندارند یا یکم منصب ندارند یا فرض کنیم تا حتی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی رو ختم نکردند لیکن ایده دارند، غایه دارند و میتوانند که از پی خود جوانان رو برند. ما باید که اقتدار آنها را بگذار در سامانه‌های اجتماعی باشد، در سیاست پیش گرفته رهبریت دولت استفاده بریم، زیرا که آنها نیز شما نیز جوانان عزیز فرزند همین دیار هستند، در همین دیار تولد شدگی هستند. برای پیشرفت و آبادی و معرفی همین کشور باید که سهم گذاشته باشند و من باوری کامل دارم که اقدامی که امروز راه اندازی گردید و یک اتحادیه از جانب فعالان جامعه شهروندی شبکه‌های اجتماعی تأسیس یافت باید که در آینده یک پتانسیل شود که در همون دشمنان ملت که توسط شبکه‌های اجتماعی برآمد میکنند، بهتان‌ها می‌نویسند، بعضی غرض‌های خود را اظهار میکنند، محض شما باید که همین اطراف یک اتحاد، یک نیرو ضد همونها واکنش‌های سری وقتی با اثبات و دلیل‌های واقعی کنید که امروز تاجیکستان چگونه تاجیکستان است. متاسفانه همین آسمان صاف و همین پرچم پرافشانی ما را هستند هموطنان خود ما که بدبختانه با بعضی هدف‌های خود با بعضی منفعت‌های غرضناک بود از خارجی استفاده نمی‌خواند که می‌خوایم تنج باشیم، آرام و آباد باشیم و بگذار توسط این بلاگرانی که امروز جوانان جلب آمدند و جوانان واقعا موثر می‌باشند ان همون دهان هر یک دشمن ملت ما باید که جوانان
مهر زنید. و من در مثال شخصیت خود به شما میگم که اگر که جوان واقعا صدقاً به وطن خدمت کند، صادقانه مهنت کند، به سیاست صادق باشد، عقل و ذکاوت و دانش داشته باشد، هیچ وقت از زیر غمخواری رهبری دولت بیرون نمیماند. من یک فرزند عائله عادی بودم. من مثل شما چند سال پیش در هیئت جوانان ولنتیر بودیم، بخش جوانان کار کردیم، حزب کار کردیم، دستگاه اجرایی پرزیدنت 7 سال کار کردیم. تا سطح رئیس شهر تعیین کردن که رهبری دولت قریب 300,000 اهالی دارد و نه از این 2 سال ما از جوانی گذشته ایستاده است. لیکن حالا هم شما نبینم همسالان گفته گپ میزنم. شما همسال من هستید لیکن من دیگه همسال شما نیستم. و همین خاطر همه شما را بار دیگر به شهر استرافشن باستانی خیر مقدم میگم و با کمال احترام سخن را به معاون رئیس کمیته کار با جوان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم شبنم رحیمزاده میدیم. مرحمت. تشکر زیاد محترم رئیس. ما از صمیمیت شما، از صمیمیت مردم استرافشن باستانی علاقه چندین مراتبه ها شده است که آگاه هستیم، احساس میکنیم هر دفعه که میبینیم با چهره گشوده، با یک دل گرم، با مناسبت صمیمی ما رو قبول میکنن. تشکر زیاد برای میدونیم که وقتتان بسیار پر از کارهای زیادی شهرداری است. وابسته از این وقت جدا کردید با ما واخوردید، سپاس. و وابسته به بلاگران میخواستم یک چیز رو قید کنم که علاقه ما چندین روز است یک جا سفر داریم. من از شبکه‌های اجتماعی علاقه نظارت میکردم، میدیدم پوبلیکاسیونشون، لیکن همین چیزی که در مردم ما میگن که شخصیت همون انسان رو در سفر میآموزی. که چندم روز است که از نزدیک شناسایی پیدا کرده ایستادیم. بسیار اینا باز تالنت های دیگری بیشتری هم دارن که ما نمیدونستیم، از صحیفه اجتماعی نمیدیدیم و باز یک احساسی وطن دوستی آنها را نیز پی بردیم که بسیار سهمی ارزنده دارن و شما قوه بزرگ هستید. شما برادرای عزیز، فرزندای عزیز، نغز میدونید که مردمی تاجیک مردمی هنرمند هستند. 22 اوگوست سال 2022 بینای زیبای و پررنگی با تجهیزات تامین شده از طریق پیشوای معظم ملت گشاده شد که شما میتونید در جمهوری تاجیکستان یگانه مؤسسه‌ای که با طرز سیستم دوالی تعلیم، سیستم دوالی نظریه عملیه یک جایه میگذارد که خود پیشوای معظم ملت بهای بلند دادن، گفتن این مؤسسه بی‌نظیر است. بالا مقام مهمان ما، کاخی هنر، کاخی نوری معرفت، کاخی علم و دانش و هم رشد احیای هنر. منبع درآمد اساسی پیشوای معظم ملت عزیز ما و شما اساساً هدفشون همین که جوانان بیکار نمانند. ببینید که اون نفری که بیکار مونده است با دیگر راه میرود. حالا من ندیدیم که نشنیدیم که یک نفر جوان هنرمند با دیگر راه رفته باشد. هنرمند دائما از پی کار خودش، از پی ایجاد خودش. بعد از ختم صنفی نه بعد از نه اینا 4 سال میخونن، انجینیر کانستروکتور اوید با لباس ملی ببرد. اون روزگار رسوم انجینیر کانستروکتور. خب میمونه آمدین شما نبینن گفته یکان سوال داشتیم داریتون نه اینا پیش از اون که سلامت باشه. شما بهتره. خوش باشه. عجوبه سازی قریب که از بین رفتگی بود. هنری عجوبه سازی از بین رفتگی بود. رنگی چی نیناوز موریت چی؟ ها. این آواز عجوبه
این عجوبه سازی هر یک تاش آواز علاهیده دارن من گفتم که آب و گلی خاک و سنگ و تاجیکستان همش خداداد است بهشت است تنها زرگر در کار مهنت در کار حاجت رفته دیگر جابه جوانای عزیز دیگر جابه رفته سر خم کردن ضروریت ندارد تنها جوانای من از اومدن شما از استفاده از قدم رنجه کردن شما مراجعت کرده خواهش کرده میگویم که جوانای از تمام منطقه فلسطینی شرایط بهت خوب داریم شرایط نقض داریم استادهای خوب داریم بیهوده پیشوای معظم ملت مخصوصا استرافشن کالج هنرهای مردمی تاسیس ندادند اینجا استادها بسیار است اگر که هنرمند کار کند خانه‌اش به زندگیش پیش میبرد من 48 سال شده از یگان وقت بیکار نماندیم شکرانه این چیزایی که میبینیتون همش محصول کار دانشجویان این حالا استرافشن شهر هنرمندا و ریلیف کدی تمامی هنرهای نشان داده شدگی میشود اگر خواهشتون باشد بیایید این چرخ من یک تا این دختر جانی من سوال داد من یک چیز شما با گپ میزنم موزی دو چیزا گپ میزنم یک تا سه چیزا گپ من با سوال میتیم که معنی برای چی کردهای شمشیرهای پیشتر تیز بودند و تیز نمیکشتند امروز باشد اگر شما کرد بیستون شمشیر بیستون تیز پیشش میگردد کنی میشه سببش اون که کردهای حاضر زمانی که بیشتر در دکانها تیار میکنند با چرخی برقی شدت بی نهایت برقی تیز کرده میشه متال میسوزد این چرخی دستی برابر خواهشی همین استا این چرخ کرانده میشد که متال نمیسوزد این متال یاد عمری میشد اگر همین حتی چیزی سخت زمیدن پیشش نمیکرد این یک دیگر چیز مردمی ما مردمی یه نهایت با فرهنگ همین کی میگوید که همین چی است زورتونه کنار با فکر نه نه این اوچوب اوچوب این طرفای وادی بخش با کسبان طرفی کلوف و بدخشان با این سنگ اوچوب میگوید بله اینا گرم کرده ما مردمی با فرهنگ از قدیم ما لباسی رختار نمیپوشیم رخ شکسته میپوشیم گرم کرده اینا وای میکرده سنگ گرم میکرده ما از نسبتا از غربی ها از دیگر ملت هایی که امروز خداشون با فرهنگ حساب میکنند و گفتگویا که سیویلیزاسیون برسیدن ما پیشیم البته پیشه استاد یک سوال دیگه خب همین سنگ چه تیار میکنن این سنگتراشو تیار میکنن فقط سنگتراشو تیار میکنن این سنگتراشو سنگ اوسیان پران این چند ساله عمر داره این تخمینا یک 300 400 سال عمر داشته این از 300 400 بله شما علاوه میگفتید نه این هم خودش این خودش از کجا پیدا کردی؟ این از وادی وحش من به توفه کردم شما در اصولخانه موندید اصولخانه ما موندیم انشاءالله نصیب باشد اگر اینا ما میتوانیم باید نمیدونم یاد گرفته این اوچوک سنگ اوچوک بگو ها اینا بیشتر وادی وحش قسمت گرم کردن یاد بونه این چقدر که وزنی باشد تیستر باید کرد
Doyre khutba. Pusti go. Konuşuyor mekunat koruşunda nişan mekan. این نزدیکی که یارا فقط مردم پامیر من آمدن پامیر کمی kadar kalan ya برای نمایش مونده نمایش این نامش دمی آهنگری اینم قریب که از بین رفتگی بود شکرانه استقلالیت شکرانه پرزیدنت کشور شکرانه همین سرزمین که ما احیا کردیم وظیفه اساسی ما احیا کردن هنرهای مردمی ما ведем خبر نمایش کردیم معلومه من با یک چیتکاری دیگر باور کنید اگر که همین محصول دستوی معلومه با روس‌ها یک با ذوق تماشا کردن این چی میگم تو؟ برای یک چیز عربستان با رفتیم ما با محمد نیسان ابن زید سوال داد که برای یک کوادرات سانتیمتر کوادراتی چند بار زخم زده میشه معلومه گفتن که از 60 تا 100 مرتبه زخمی سوزن زده میشه بعد پادشاه عربستان متحده عرب گفت که اینا دستی کردی تو ما گفتیم که هم دستی کردیم گفت که این گفت آدم عذاب دادن که خیلی هست که گفت سوزنی 6 بر 6 همینه نشان میتیم 3 نمودی و قراق دوزی پاپور دوزی کشیده دوزی که تیار کردن حاضر من میگم برای نشان تیا همه ما همونه باید کرده و عجایب معلومه رفتیم کن